علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مسئله این که یک آدم زنگیر است، یک دختر هوش است، یک دختر دیگه است که ای شبر آمدگی کدام شگیره، هر دو شگیره، هر دو شگیره بهتره. سنت این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جابر بد الله علم گفت زن گرفتم. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که کی را گرفتی؟ گفت یک زن گرفتم، زن کلان سال، برای اینکه مادرش وفات کرده بود، خواهر این خیلی کودکای میده برادرها همین چیزا بودن. زن کلان سال گرفتم مقصد که اونا رو خیلی خوب نگاه بکنن. برای چی دختر نگرفتی؟ گفت نه، یعنی با گرفتن این دختر تشویق کردن. سنت این است که انسان چیکار بکنه؟ دختر بگیره. اگر این سنت است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کرده که اصلا و خود رسول صلی الله علیه و سلم بغیر از ام المؤمنین عایشه اکثر همه همسراش دختر نبودن، یعنی شوهردار بودن. دختری صالحه باشه، عفیفه باشه، البته دختر گیره.